با عرض سلام حضور همه دوستان بزرگوار. قسمت رنگامیزی اولیه رو شروع میکنیم. با توجه به اینکه پیش‌فرض فرض میکنیم که شما بزرگواران طرح مدادی رو کشیدین و یک دور قلمگیری با دوات حالا مرکب قهوه‌ای انجام دادین، شروع میکنیم به رنگ اولیه که از گواش هستش. گواش ژاپنی من استفاده کردم در اینجا. عرضم به حضور شما این کار خیلی کار لذت بخشی هستش. پنتل، از گواش پنتل من استفاده کردم و یک رنگ نارنجی تقریبا شیرین و تیره رو استفاده میکنم برای لباس بانو در مرکز. دوستان این کار رو به آرامی با دقت در بین لاین ها انجام بدین. سرعت ویدئو کمی افزایش داده شده برای اینکه خسته کننده نباشه. ما سعی می‌کنیم در فابریک پارچه رو لاین و خطوط در راستای لباس رو رنگ‌آمیزی کنیم که زیبایی اون چشمگیر و جلوه بیشتری داشته باشه. حوصله داشته باشید. این کار بسیار لذت بخش، شیرین، آرامش بخشه و شما رو به یک فضایی میبره که در دل خودش سرشار از آرامش و سکوت و شما رو از هر گونه استرسی و نگرانی های دور زمان رها میکنه. نقاشی مینیاتور درسته که یه پروسه طولانی مدت هست، ولی کن بسیار کار هنری فرح بخش و زیبا هستش و اینکه شما میتونید زمان خیلی فرح بخشی رو برای خودتون ایجاد کنین با گوش دادن به یک موسیقی مورد علاقتون، یا موسیقی لایت و یا حتی موسیقی پاپ که دوست دارین. میتونین اوقات بسیار شیرینی رو عصرهای بلند تابستان برای خودتون ایجاد کنید. کافیه هر روز ساعاتی رو به این کار اختصاص بدید. دوستانی که طرح کشیدن با مداد براشون فعلا سخته، نگران نباشن. میتونن مداد رو از طریق میز نور طرح مدادی رو، یا از طریق چسبوندن مقوا به شیشه و از پشت نور آفتاب میاد طرحی رو انتخاب بفرمایید از طرح‌های متنوع و فراوان نگارگری که ما داریم در سبک‌های مختلف و اون رو انتقال بدید به روی کاغذ یا مقوا و شروع بفرمایید به کار کردن. وقتی که یکی دو تا کار اثری هنری اولیتون رو خلق کردید، به شدت علاقه‌مند میشین که ظرافت‌ها، ریزه‌کاری‌ها، گل‌ها، فیگور انسان‌ها و برگ‌ها و اسلیمی‌ها رو یاد بگیرید، خودتون طرح بکشید، خودتون طرح‌های مدادیش رو با تمرین و ممارست مسلط خواهید شد و خواهید توانست خودتون با خلاقیت‌های خودتون طرح‌های ایجاد می‌کنید. اگر در این سفر اولیه با این تابلو با من همراه بشید، خواهید دید که به صورت مبتکرانه ما هر جا که نیاز بدونیم طرحمون رو تغییراتی ایجاد می‌کنیم. بعداً خواهید دید که من روی لباس بانو و لباس آقایون طرح‌های ابتکاری خواهم کشید و حتی روی ساز موسیقی طرح‌های زیبا خواهم کشید. احساس کنم هر جا که نیاز فضای سبز یا طبیعت رو چیزی اضافه کنم، مثل آهو، مثل پرنده یا مثلا حتی رودخونه، بعداً خواهید دید که زیر پای این 3 فیگور در این شکل من برای شما یه رودخونه درست میکنم و میکشم. کاملا ایده ها، خلاقیت ها، ابتکار دست شما هستش و کافیه با سبک های مختلف نگارگری سنتی، حالا یا بسیار سنتی یا مدرن امروزی آشنا بشید.
برخی از بزرگواران که جدیداً در حال کشیدن نگارگری هستند، فیگورها و صورتها رو به سبک مدرن امروزی میکشن. بنده خودم چهره ها رو خیلی دوست دارم زیبا و ایرانی بسیار شیک باشه و از طرح‌های قدیمی که مثلا چشم‌های مغولی یا ژاپنی هست به شدت پرهیز میکنم و سبک سایه روشن مدرن با استفاده از تکنیک‌های گرافیک رو که نقطه گذاری و یا حاشیه و سایه زنی و خطوط کمرنگ و پررنگ سبک نقاشی مدرن هم داخل ظرافتام استفاده میکنم. مشاهده میکنین که ما در طرح اولیه انتخاب رنگ ها بسیار به سلیقه شما بستگی داره. اگر که روانشناسی رنگ ها رو بدونید، رنگ هایی که متضادن، رنگ هایی که به هم میان و هم خانوادن،